میدونستی ویتامین C میتونه باعث لکه پوستت بشه؟ نگران نباش، با این نکات ساده از پوستت محافظت کن و درخشش طبیعیش رو چند برابر کن. اگر صبح ویتامین C میزنی ولی ضد آفتابت رو نمیزنی، خودت داری لکه های پوستت رو تشدید میکنی. باقی مونده ویتامین C در برابر نور خورشید اکسید میشه و همین باعث بیشتر شدن لکه ها میشه. پس فراموش نکن که ضد آفتاب نجات دهنده پوستته. ویتامین C با ترکیب‌هایی مثل AHA و BHA و رتینول پوستت رو حساس میکنه و ممکنه لک بیاره. به جاش از نیاسینامید و هیالورونیک اسید استفاده کن که پوستت عاشقت میشه. همه نمیتونن ویتامین C رو یه جور استفاده کنن. پوست چرب سرم سبک بزن، پوست خشک آبرسان رو انتخاب کن، پوست حساس با درصد خیلی پایین‌تر شروع کن. با این روش درست بزنی پوستت مثل الماس میدرخشه. با این نکات ویتامین C برات یه معجزه واقعی میشه. تجربت تو کامنت ها برامون بنویس و این ویدیو رو سیو کن که هیچ وقت یادت نره.